داستان شهوترانی زن دهقان و مرد بقال. به نام خدا. در روزگاران قدیم دهقانی بوده است متدین و اهل نیکی. او زنی داشت که طبق عادت بشر اهل شهوترانی و تابع هوا و هوس خود بود. روزی آن دهقان به زن تکه‌ای زر داد تا به بازار ببرد و بفروشد و برنج بخرد. زن به بازار رفت و زر به بقال داد و شروع کرد به ناز و غمزه و کرشمه و با ناز فراوان به بقال گفت با این زر به من برنج بفروش. بقال که حرکات و نحوه صحبت کردن زن را دید و شنید، فهمید که از کدام قماش است و از شکل و شمایل او دانست که مزاجش چیست و ذات او دنبال چه چیز است. بقال برنج کشید و در گوشه چادر او جا کرد و گفت ای خاتون، مرا دلبسته لطافت و خسته تیر ملاحت خود کردی. به داخل انبار دکان بیا تا به تو شکر بدهم که برنج بدون شکر طعام ناتمام بود و غذای نامعتدل باشد. زن گفت بهای شکر ندارم. بقال گفت از چون تو شکر لبی بها نتوان خواست و هر که لب شکربار تو را مزه کند به شکرانه 1000 جان فدا کند. لحظه‌ای کوتاه به داخل دکان بیا تا عیش تلخ من به محاورت لب شیرین تو شیرین شود و جان من از نوش لبهایت ذخیره عمر جاودان بگیرد. زن گفت با این همه شکر که تو داری لب من چه خواهی کرد؟ بقال گفت مرا لبان تو باید، شکر چه سود؟ مرا وصال تو باید، خبر چه سود؟ زن وارد دکان شد. بقال قدری شکر به دو داد. زن برنج و شکر را در گوشه چادر بست و با بقال به خلوت بنشست و راست گفتند که درهم تسکین دهنده استرس است و دینار کلید مشکلات. بقال را شاگردی بود به غایت ناجوان مرد و بیباک. چون دید که بقال و زن هر دو به عشرت مشغول شدند و زن از چادر غافل ماند، گوشه چادر بگشاد و برنج و شکر را برداشت و به جای آن پاره خاک در چادر بست. چون کار به انجام رسید و خلوت به اتمام انجامید، زن با عجله از دکان بیرون آمد و راه خانه برگرفت و چادر بسته پیش دهقان نهاد. دهقان گوشه چادر بگشاد و نگاه کرد. قدری خاک دید. گفت ای زن، این خاک چیست؟ زن چون آن خاک بدید بدون مکث و تفکر به داخل خانه رفت و غربال بیرون آورد و خاک‌ها را در وی نهاد و شروع به غربال کرد. مرد گفت این چه حال است؟ زن جواب داد ای مرد، صدقه ها بر من و تو واجب است که بلایی عظیم این ساعت به برکت تو از من مدفوع شده است. زمانی که به بازار می رفتم تا برنج خرم، اشتری جسته و مهار گسسته بر من گذشت و لگدی محکم بر پشت من زد و من از پای افتادم و آن زر از دست بیفتاد و در میان خاک افتاد. هر چقدر جستجو کردم چیزی نیافتم. خاک آن موضع جمع کردم و با خود آوردم تا غربال کنم، باشد که زر باز یابم و از بهر تو برنج خرم. مرد چون این کلمات بشنید اشک در چشمانش جمع شد و گفت لعنت بر آن تکه زر باد. تکه زر دیگری بستان و برنج بخر و خاک را بیرون انداز. چون وصل و مهر نباشد چه قدر دارد عمر؟